بچه‌های دوست داشتنی عزیز، امروزم اینجا هستم. چند روز واقعا نبودم، از صبح تا شب مشغول بودم و چه کاری انجام دادم؟ در یک موقعیتی خودم رو قرار دادم که واقعا برام راحت نبود. یعنی یک مهارتی داشتم و ازش استفاده نمی کردم و طبق معمول عادت کردم به این که از هر چیزی می ترسم برم و انجامش بدم و خودم رو تست کنم. یعنی انتظار نداشته باشم که کامل باشم، کامل بشم و اون وقت بخوام بر اون مسئله غلبه بکنم، صبر کنم تا بعد بخوام انجامش بدم. بنابراین خیلی خیلی بیشتر به خودم افتخار کردم و یادم اومد که دوباره بهتون یادآوری بکنم که من این تمرین رو بارها و بارها و بارها در طول روز دارم انجام میدم. در زندگیم واقعا انجامش دادم. زمانی که میخواستم مهاجرت کنم به مالزی، اینقدر ذهنم واقعا هزار حرف میزد دیگه. طبیعیه که اگه بری اونجا چی میشه، نه کار داری، نه مثلا میدونی که چی میخوای زندگی کنی، کجا میخوای زندگی کنی، اصلا زبان بلد نیستی، چجوری میخوای خودت و فرزندت رو مثلا از لحاظ مالی تامین بکنی. همه اینا رو گفت، ولی من رفتم انجامش دادم و موفق شدم. خب 10 سال زندگی کردم و به پیشرفت فوق‌العاده رسیدم. دوباره در یک کشور دیگه خودم رو قرار دادم. دوباره همین حرفا رو به من ذهنم زد که اگه بری نمیتونی موفق بشی. حالا اون دفعه تونستی ولی الان فرق میکنه، مجبوری، نمیدونم، اصلا بدترین شرایط رو به من میگفت دیگه. ولی خدا رو شکر میکنم که اومدم، خدا رو شکر میکنم که پا رو ترسام گذاشتم و عادت کردم که در طول روز، همین 2 روزه، به ترسای خیلی زیادی در واقع باشون مواجه شدم. هی مسئله می اومد جلوم قرار می گرفت، دیدم این یه ترسه که من میترسم از اینکه برم با فلانی صحبت بکنم در مورد ایده‌ای که دارم، در مورد نظری که دارم. چرا این ترس در من وجود داره؟ بنابراین من باید برم. بهترین کاری که انجام میدم، بهترین تمرینی که وجود داره اینه که برم با اون آدم صحبت کنم و نتیجهش رو ببینم که هیچ اتفاق خاصی نمیفته و واقعا انجام دادم. توی چند روزه ترسای فوق‌العاده‌ای رو براش غلبه کردم و موفقیت‌های بسیار بسیار چشمگیری رو تجربه کردم. خواستم بهتون یادآوری کنم که بر ترسامون غلبه می‌کنیم، بیشتر و بیشتر و بیشتر قوی‌تر میشیم و بیشتر به خودمون افتخار می‌کنیم. لیستی داریم از دستاوردهایی که ترسیدیم، انجامش دادیم، دیدیم خیلی درش موفق شدیم، خیلی پیروز شدیم و هی اعتماد به نفس بیشتری رو برای خودمون ساختیم.